اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. آیا نمی‌دانند که خداوند بزرگ بر آنچه که پنهان می‌کنند و آنچه که آشکار می‌سازند آگاهانه اشراف دارد؟ و برخی از آنها بیسوادانی هستند که جز آرزوهای ذهنیشان از کتاب خدا چیز دیگری نمی‌دانند. اینان تنها به گمان و خیال خویش تکیه دارند. بدا به حال کسانی که کتاب را با دستان خود می‌نویسند و ادعا می‌کنند که این کتاب از جانب خداست تا آن را به عنوان کتاب خدا به سخیفترین و کم ارزشترین قیمت دنیایی بفروشند. پس وای بر آنها به خاطر آنچه نوشتند و وای بر تجارتی که کردند. با خیال خام میگویند چند روزی بیشتر در آتش نمیمانیم. ای پیامبر، به آنها بگو آیا از خداوند چنین عهدی گرفته اید؟ اگر چنین است خدا هرگز از عهدش تخلف نمی کند. اما چنین نیست، بلکه شما چیزی را که نمیدانید به خداوند نسبت می دهید. آری، کسانی که دستاوردشان زشتی و پلیدی است و جرم و گناه آنها را بی امان محاصره کرده است، اهل آتشند و جاودانه در آنند. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. و آنان که حقایق را با تمام وجود باور کردند و عمل کردی خوب و شایسته دارند، بی تردید آنان اهل بهشتند و جاودانه لذت میبرند. و بیاد آورید هنگامی که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خداوند بزرگ را پرستش نکنید و به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و درماندگان نیکی روا دارید و هرگاه با مردم سخن میگویید بهترین کلام را برگزینید و نماز بپادارید و زکات را پرداخت کنید، اما جز اندکی همگی از فرمان خدا سرپیچی کردید و مغرورانه روی گردان شدید. صدق الله العلی العظیم. راست گفت خداوند بلند مرتبه بود عظیم.